تو این ویدیو رفتیم به یه کشور هیجان انگیز تو آسیای میانه، کشوری که شاید کمتر کسی اونو بشناسه، کشوری که با سفر به اونجا به خاطر آداب و رسوم باور نکردنیش میتونید یه ماجراجویی جذاب و باور نکردنی داشته باشید. از مناظر زیبا، مسیرهای پیاده روی و اسب سواری منحصر به فرد گرفته تا فرهنگ اصیل و البته عروس دزدی، تجربه های متفاوت و هیجان انگیزی رو داشته باشید. حالا کجاست؟ قرقیزستان. جمهوری قرقیزستان یکی از 7 کشور مستقل ترک زبانه که توی قلب آسیای میانه است. قرقیزستان 200,000 کیلومتر مربع مساحت داره و اگه بخوایم مقایسه کنیم تقریباً 2 برابر استان اصفهان خودمونه. تو این سرزمین حدوداً 7 میلیون نفر زندگی میکنن که از این 7 میلیون نفر تقریباً 73% رو قرقیزها، 14% رو ازبک‌ها، 9% رو روس‌ها و بقیه جمعیت قرقیزستان رو اقوام مختلف دیگه تشکیل میدن. پایتخت قرقیزستان شهر بیشکک هست که نزدیک به 1 میلیون نفر جمعیت داره و بزرگترین شهر قرقیزستانه که تو مسیر جاده ابریشم هم هست. این شهر توی دامنه کوههای کیانشان واقع شده. زبان رسمی اونا زبانهای قرقیزی و روسی هست و بیش از 90% مردم این کشور رو مسلمانان سنی مذهب تشکیل میدن. چیزی که باعث جذابیت این کشور شده غذاهای خوشمزه پرگوشت و کوهها و دشتهای اونجاست. آب و هوای قرقیزستان معتدل کوهستانی و تو این کشور بیش از 85 رشته کوه وجود داره که برای کوهنوردی فوق‌العاده هستند. بیش از 3/4 این سرزمین پوشیده از کوههای برفی با رودخانه‌ها و آبگیرهای زیاده و برای همینم سالانه هزاران توریست صرفاً برای هوای تمیزش و طبیعت بکر و دست نخورده‌اش از این کشور دیدن میکنن. اینم باید بگم که قرقیزستان کشور بسیار امنیه. مهم نیست که به پایتخت سفر میکنید یا توی دشت‌ها و کوهستان‌های اون قدم میزنید. هیچ جایی از این کشور شاهد هیچ مزاحمتی نخواهید بود. در کنار امنیت، قرقیزستان کشور بسیار ارزونیه و درآمدها اونجا خیلی پایینه. میانگین درآمدشون یه چیزی حدود $375 در ماهه. پس یعنی شما با $1000 میتونید یک ماه به بهترین شکل تو این کشور سپری کنید و با فرهنگ مردمش آشنا بشید. این کشور آب و هوای خوبی برای پرورش میوه و سبزی نداره و قیمت این محصولات اونجا خیلی بالاست و رژیم غذایی این مردم بر پایه گوشت و لبنیات شکل گرفته. مردم این کشور توی مسائلی مثل پوشش خانم‌ها به فرهنگ غرب تمایل پیدا کردن و نسبت به خانم‌ها هیچ محدودیتی وجود نداره. فقط توی مناطق حاشیه‌ای خانم‌ها سعی می‌کنن لباس پوشیده تری بپوشن. حالا درسته به پوشششون کاری ندارن، اما یه رسم خیلی عجیب دارن. حالا قبل از اینکه این رسمو بگم ممنون میشم این ویدیو رو یه لایک کنی. رسم عجیب غریبشون اینه که هیچ اعتقادی به خواستگاری رفتن ندارن و هر دختری رو که مناسب دیدن میدزدن. تو قرقیزستان 40% خانوما با مردای ازدواج کردن که اونا رو دزدیدن. این رسم هم بین قرقیزستانی ها به آلاکاچو معروفه. از سال 1370 که قرقیزستان استقلال خودش رو به دست آورد، این رسم قدیمی دوباره رواج پیدا کرده. آلاکاچو یعنی برادر بگیر و فرار کن. 2/3 این عروس دزدی ها بدون اطلاع و توافق عروس اتفاق افتاده. البته ناگفته نمونه که توی بعضی موارد هم دزدیدن عروس بر اساس برنامه قبلی خود دختر و پسر بوده. با وجودی که دولت قرقیزستان این کار از سال 1373 غیر قانونی اعلام کرده، اما بازم مقامات محلی کار خودشونو میکنن. حالا چجوری عروس رو میدزدن؟ اینجوری که داماد یه گروه از دوستاشو جمع میکنه و با ماشین میرن دنبال دختری میگردن که ازش خوششون بیاد
و به محض اینکه پیداش کنن میدزدنش و میبرنش توی خونه‌ای که خانواده داماد قبلا مقدمات عروسی رو آماده کردن. پس چجوری میگن کشور امنیه؟ فکر کن داری میری سر کوچه یه ظرف ماست بخری، یهو میدزدن تو میگن بشی نقدت کنی. وقتی دختر رو میبرن خونشون، ریش سفیدا و پیرزنا یه روسری سفید سر دختر میکنن و میگن این یعنی عروس هم راضیه به این ازدواج. آمارها نشون دادن که تقریباً 84% دخترای اونجا اینجوری ازدواج میکنن و 16%شون موفق میشن برگردن خونه هاشون. حالا تو خونه تکلیف چیه؟ خانواده خود دختر مجبورش میکنن برگرده و با طرف ازدواج کنه، چون این فرار کردنه براشون گرون تموم میشه و باعث آبروریزیه و دختر برای حفظ آبروی خودش و خانوادهش باید حتما این ازدواج رو قبول کنه و بره سر خونه زندگیشو هیچ حرفی هم نزنه. عجب بدبختی دارن. هرچی اطلاعاتم راجع به کشور بیشتر میشه بیشتر عاشق ایران خودمون میشم. اگه ویدیوهای قبلی رو ندیدید بهتون پیشنهاد میکنم و ببینید و بعدش به هم بگید با این حساب و این رسم و رسومات عجیب کشورها ایران بهترین جای دنیا نیست. به نظر من که فوق‌العاده است اینجا.